به خدا میشه. چی بخوای میشه. با چنگ و دندون باید بیفتی به جونش ها. اصلا مهم نیست کدوم برهه‌ای از زندگیته. ممکنه منم تو سن خودم همین الان یه کاری دارم میکنم، ممکنه 1000 جور موندم توشه، ولی میدونم دیگه میشه. چرا؟ یه بار امتحان بکنی میشه دیگه میشه. بزرگترین سم خالصم که میدونی کیان؟ اطرافیانت. فقط یه دونه متن داشتم میخوندم میگفتش که عاقل‌ترین مردم بی‌کس‌ترین مردمن. میگفت اون عاقله که آدمای دورشو کات کرده، چون فقط سم خالص. داشتم یه چیزی میخوندم عاشقش شدم. میگفت 3% از مردم ساعت 5:05 صبح خوابا میشن که میشن خفن ترین آدمای کره خاکی. میگفت 97% آدمایی که 8 و 9 صبح به بعد بیدار میشن واسه اونایی که دارن 5 صبح بیدار میشن کار میکنن. همیشه کارگر اونا، همیشه کارمند اونا. نه ما اون یه بیزنسمن خفن سراغ داریم 10:30 اصلا این بعد 8 ساعت من کی 8 ساعت چیده؟ کدوم آدم حالا محترمی 8 ساعت خوابو چید؟ 8 ساعت خواب میگن چی؟ لام از سبیلی 1/3 زندگیت خوابی. دیوونه ای مگه؟